بیش از نصف مهاجران از آسیای مرکزی که بیش از 5 سال باز در روسیه کار میکنند میخواهند برای دائمی در این کشور بمانند. در این باره در افیر ناسیونال служба نوستی رهبر فدراسیون مهاجران روسیه وادیم کوژنوف با تکیه به نتیجه های نظرسنجی خبر داد که این فدراسیون همراه با مکتب عالی علوم اجتماعی دانشگاه دولتی مسکو بر اساس پرسش نظر 4739 مهاجر از ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان، سه کشور اساسی مهاجر فرست آسیای مرکزی انجام دادند. کوژنوف گفت آنهایی که تازه به روسیه آمدند بیشتر در فکر برگشتن بودند. از مهاجرانی که سابقه کاریشان در روسیه کمتر از 3 سال است، تنها 30% فکر برای دائمی در اینجا ایستادن را دارند. اما در بین آنهایی که بیش از 5 سال باز اینجایند، خواهشمندان بازگشت به وطن کمتر است. 50% آنها میخواهند در روسیه بمانند. 50% پرسیده شده ها معاش پس در کشورهایشان، حدود 30% نبودن جای کار و 18% در عموم سطح پست زندگی را سبب عزم خود برای کوچیدن به روسیه برای زندگی دائمی نام بردند. این در حالی است که بنا به اعتراف خود مهاجران تنها 22% آنها در روسیه در یک روز 8 ساعت کار میکنند، 27% از 8 تا 10 ساعت، 27% از 10 تا 12 ساعت و 24% هر روز از 12 ساعت بیشتر کار میکنند. بر اساس نتیجه های پرسش معاش میانه مهاجران در روسیه 47100 روبل را تشکیل میدهد، ولی معاشی که خود مهاجران آرزویشان دارند به حساب میانه 77200 روبل بوده است. نقل کرد کوژنوف. معاش میانه از همه بلند مهاجران 57000 روبل در ساحه ساختمان و معاش از همه پس نزدیک 36000 روبل در ساحه کشاورزی بوده. سطح معاش از چقدر زبان روسی را دانستن مهاجران نیز خیلی وابسته بوده است. مهاجرانی که روسی را خوب میدانند به حساب میانه 49000 روبل و آنهایی که خوب نمیدانند همگی 37000 روبل معاش میگرفتند و برخلاف باور اکثر نزدیک 90% مهاجران در منزل‌های اجاره یا خانه‌های دوستان و خویشاوندان خود زندگی میکنند، نه در واگن و تاخانه‌ها. مهاجران دسترسی به خدمات طبی را یک مشکل اساسی خود در روسیه نام بردند. 60% مهاجران گفتند که با اهالی محلی در روسیه یگان مشکلات ندارند. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی روسیه در ماه ینور سپتامبر سال 2021 بیش از 6 میلیون از شهروندان ازبکستان و تاجیکستان و قرقیزستان در مقامات مهاجرت روسیه ثبت نام کردند و 5.2 میلیون نفر آنها گفتند که به روسیه محض به جستجوی کار آمدند. برای این سه کشور آسیای مرکزی پولهایی که مهاجرانشان از روسیه میفرستند یک منبع اساسی تامین روزگار اکثر عائله ها به شمار می رود.